سلام، خوش اومدیم به این ویدیو در رابطه با آموزش مرحله سوم GTA سن آندرس هستش از کانال امیر گیمه. بریم که بازی شروع کنیم. یالا توپلی ببین نگاه کن. ببین کی اینجاست، هم بازیش اینجاست. چی فکر کردی تو دوباره تو صحنه ای؟ بعد که گفتم همین حرف تو اینجا هیچ ارزشی نداره. یالا پسر اذیت نکن. بذار بدونن که دوباره برگشتی. بذار بدونن که دوباره برگشتی. ما دوباره اومدیم کارا رو برا کنیم. این رنگو بگیر و ترتیب همه چی رو بده. اول ترتیب طرف خودمونه بده. بعدش با پخش میشیم و همه محلو پس میگیم. تو همین حالش هم پخش شدی توپلی. حالا بیا بازی کنیم. بذار ببینم چه کاری دستت برمیاد. با برادرتی ها. آروم باش مرد، یه ذره سخت بود. میخوای تو برونی؟ آره حتما. بله ما باید ماشین بشیم. اونجایی که گفته بریم به اونجا. خیلی خوب، ما رو رسیدیم. یه پیچ بچه و تمام. خیلی خوب، حواست باشه تا من یکی رو رنگ کنم. دو تا دیگه علامت بالا تو منطقه هست. برو بگیرش، من ماشین رو روشن نگه میدارم. خیلی خوب، ما باید از این بنفش دو تا دیگر رو پیدا کنیم و رنگشون بزنیم. ولی باید حواستمون باشه که پرسا نبینن، چون پرسا ببینن میان دنبالیم. خیلی خوب، اینم از این پیداش میکنیم. حالا باید چیکار کنیم؟ حالا باید برگردیم پیش سویت. برمیگردیم پیش سویت، سوار ماشین میشیم و حرکت میکنیم به سمت پل. از پل میریم بالا و به اون جایی که ممکن رفت گفته میریم یا لوس سانتوس، یعنی شرق لوس سانتوس. بعد بریم اونجا بله ما رسیدیم. تو توی منطقه باش، منم میرم یه جا دیگه. خیلی خوب، ما اینو میدیم و رنگ میکنیم. خب ببینید، حالا باید اینجا این ماشین بندازیم. این راه دیگه مال منه. دیگه این ماشین بندازیم. این داخل بشه. خب حالا باید این بکار بکنیم. خب و اینجا رو رنگ. حالا که اینجا رو رنگ کردیم باید به اون قرمزی که اونجا گفته به. خب از اینجا میریم به اونجا میپریم. حالا دوبار این میزنیم و میفتیم. حالا یک بار اینجا و میریم اینجا که گفته اینجا رنگ میکنیم. خیلی کار سریع تمام شو. سویت میاد دنبال میاد. حالا ما از همون راهی که اومدیم باید برگردیم. چون اگر از اینجا یه راست بپریم جونمون کم میشه. اینجا میریم بالا، میپریم، یه پرش بریم و سوار میشیم. حالا که سوار شدیم برگرد به قلم رو به خودمون دیگه. برمیگردیم به خونه سویت. خونه سویت.
خیلی برای همین پل میریم پایین. میریم اینجا و تمام. مثل موتورسواری اینطور نیست؟ آره همش برمیگرد. با فدی چیکار میکنی؟ تو که منو خوب میشناسی. تصادف همه پولامو ازم گرفت. فقط یه خورده پول خورد برام مونده. یه نوشیدنی بخور. باهات تماس میگیرم. خیلی خوب، اینم بهمون 200 پول داد. سویت. ممنون که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردید. خدا نگهدار.